سلام خدمت دوستان عزیزم. دوستان امیدوارم حال دلتون خوب باشه. از این به بعد میخوام حداقل هفته یک بار براتون فال متعدد ماها رو بذارم و این یه چیز عمومی هستش. برای فال شخصی میتونید دایرکت بدین و بعد از ارسال شرایط فالتون براتون انجام میشه. خب بریم برای متعدد ماهای سالمون. فروردین ماهی عزیز، آقای حمایتت خواهد کرد از لحاظ مالی. شخصی که بهت پشت کرده از سمتش برات خبر هست. اگر کار قانونی داری، کار اداری داری، با تلاش بسیار میتونی که به خواسته خودت برسی و یک امضای موفقیت آمیز کار اداری برات داره دیده میشه. سند امضا نکن تو این ماه که میتونه برات خوب نباشه. خب متولد ماه اردیبهشت ماهی عزیز، اردیبهشت ماهی عزیز، با ورود به ماه مرداد خب خیلی آشفته، پریشون، زرزیان داشتی، کارات خوب پیش نمیره. از ماه اردیبهشت دستش که گره توی کارات افتاده، ولی بهت خبر خوبی که بهت بدم تا 26 ماه مرداد یک سری ضررها ها برات جبران میشه. اگر کاتی، اگر جدا شدی از کسی، برات دیدار داره دیده میشه. دیداری که میتونه شما رو به جدیت بیشتر ببره توی ارتباطت. خب متولد ماه خرداد ماهی عزیز، دل سردی داری، گره توی کارات هست. این ماه برات ماه پرروزی خواهد بود. وسیله‌ای که خیلی وقت دلت میخواد بخری رو میتونی تهیه بکنی. سفر و برنامه‌ریزی سفر که خیلی یهویی تصمیم به رفتن میگیری، مسیری که برات خوب خواهد بود. ماه مرداد برات از لحاظ مالی بسیار عالیه. جنگ اعصابات تمام میشه، حمایت میشی از سمت یه آقا. پول برات تو ماه مرداد داره دیده میشه. یعنی از لحاظ مالی این ماه شانس شما خواهد بود. خب تیر ماهی عزیزمون، خب ببینیم تیر ماهی عزیز، اگر خانم هستی، اگر متأهل هستی، برات بارداری داره دیده میشه. اگر خانومی هستی که مجردی، با پارتنرت برات برنامه ریزی یک مسیر، برنامه ریزی یک رابطه جدی. اگر میخوای دوره کاری بری یا اینکه مثلا میخوای بری حرفه‌ای رو یاد بگیری، مسیری برات باز میشه. از 12 ماه مرداد برات از لحاظ مالی گشایش میبینم. افراد حسود دور و برات هستن. سعی کن تو مجازی خیلی حالا روتین زندگیت رو انتشار ندی، چون شدیداً تحت شعاع انرژی منفی قرار میگیری. خب مرداد ماهی عزیزمون، این ماه شانس مالی شما خواهد بود. نگرانی هایی داری، برطرف میشه. اگر راجع به فرزند، راجع به پارتنرت نگرانی هایی داری، برطرف میشه. تقریبا میتونم بگم که 3 ماه هستش کارات گره افتاده. دشمن و حسود داری دور و برت، کسایی هستن که برات انرژی منفی میفرستن. دعا یا سنگینی باعث میشه که یه حالت افسردگی بهت دست بده. پاکسازی انجام بدی برات بهتره. این ماه شانس شما مرداد ماهی خواهد بود. خب شهریور ماهی عزیز، ببینیم ماه براتون چه خبرهایی رو داره. شخصی نسبت بهت بی تفاوت هستش. روی 3 مدت از سمتش تماس دریافت میکنی. کسی که خودش ازت دور شده برمیگرده سمتت. یه استارت کاری برات دارم میبینم. این ماه بزنی به نفعت میشه. میتونی
تو ماهای آینده جواب خیلی خوبی از این استارت کاری بگیری. مشکل اداری اگر داری، دستی تو کاره، یا باید کسی کمکت کنه این کار حل بشه، یا دستی تو کاره که نمیذاره این مشکل شما حل بشه. راجع به بانک قدمی داری برمیداری، اقدام برای گرفتن وام، ناامید میشی وسط راه ولی تهش برات حل میشه. سکه برات نشون میده.